ارتش ملی کشور سپر دفاعی دولت است. کار خود را برای تأسیس دادن ارتش ملی از صفر سر کردیم. آنها میتوانند در حیات ذخیره سفربری خدمت حربی را ادا نمایند. 25000 در شرایط امروزه مردمی که وضعیت اجتماعیشان پست است نمیتوانند چنین مبلغ را پرداخت نمایند. آدم پولدار به نقص، آدم به پول بخیر. به طور قانونی آزاد میشوند. این به فکر من بهتر است. آمادگی که در مابین 2 سال همون سرباز آموزانده میشد در مابین 1 ماه آموزانده نمیشه. من اول اومدم 57 کیلو بودم از اینا خدا دروغ نکنه 72 کیلو شدگیم. خیلی آب و تاب گرفتیم از خدمت. خاراکترش وای بود. شوخچه بود. نه حاضر مادری بهش السلام علیکم گفت سلام علیک کرده پرسیده و کده می استاد آنینده. تاجیکستان یک ارتش مقتدر را صاحب است و آن را توان بخشیده شده است.